بچم بدون تلویزیون یا گوشی نمیتونه غذا بخوره. این یکی از مشکلاتی که خیلی از خانواده ها دارن. میدونی مشکل کجاست؟ مشکل اینه که خانواده ها میخوان بهش غذا بدن، حالا بعد صبحونه، نهار، شام، همه اینا به ترتیب و منظم بهشون بدن، ولی بچهشون معمولا شاید اون موقع اشتها نداشته باشه، تلویزیون روشن میکنن یا گوشی میدن دستش که بهش بدن، چون حواسش پرت میشه و این تبدیل به عادت میشه. حالا چیکار باید کرد که بچه ها نباید؟ این بهترین چیز این که به تدریج شما گوشی تلویزیون رو بگیرید و سعی کنید فقط وقت فرزندتون دیگه احساس کرده که گشنش هست، تشنش هست، غذاشو بذارید و بذار بخور. حالا با توجه به سنش، به بچه 11 ماهه، یعنی 11 ماه به بعد یا 10 ماه، بعضی از بچه‌ها حالا یه ذره سنین بالاتر خودشون به تنهایی میتونن غذا، مثلا شما تو بچه 11 ماه میتونی غذاهاشو تیکه تیکه کنی کوچیک که خودش برداره و بذاره در این، خیلی کمکش میکنه. و بذارید بچه هاتون در واقع گشنشون بشه، تشنشون بشه، نه اینکه هنوز گشنش نیست، تشنش نیست، غذاشو بهش بده و هر وقت حالا اشتها نداشت غذاشو بخوره، اشکال نداره، شاید شما تمایل داشتی نهار الان بخوری ولی اون تمایل نداشت که نهار بخوره، اون غذاشو میگیری میذاری روی اوپر و بهش میگی که هر وقت گشنت شد غذات اونجاست و میتونی میل کنی. اینجوریه. سعی نکن با فشار، زور یا با گوشی یا تلویزیون غذا بهش بدید، چون هم آسیب به سیستم عصبی میزنید و هم اینکه فرزندتون رو بد عادت میکنید و هم اینکه فرزند مزه غذا رو اصلا متوجه نمیشه. بنابراین سعی کنید که این سیستم رو کنار بذارید و بذارید که فرزندتون هر وقت گشنش بشه، تشنش بشه، غذا رو بهش بدید و سعی کنید که غذاها رو تزیین کنید. بچه‌ها وقتی غذایی تزیین شده باشه یا تو ظرف مخصوص خودش باشه، واقعا بیشتر تمایل دارن، یا وقتی که خودتون سر سفره نشستید و با هم دارید غذا میخوره، خیلی بیشتر تمایل داره که غذا رو بخوره. پس این نکات رو حتما رعایت کنید. اصلا به زور بهش غذا ندید، اصلا این اصلا خوب نیست. این مواد رعایت کنید تا انشالله فرزندتون بتونه خودش به صورت مستقل غذاشو بخوره. خدا نگهدار.